عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و عزیزایی که این ویدیو رو میخوام ببینن. ما امروز تصمیم گرفتیم باغ یکی از کارفرماهای عزیزمون رو بازسازی بکنیم. البته این کار نیمه کاره هستش و بخشی از کار توسط پیمانکار دیگه انجام شده که گویا کارفرما رضایت کامل نداشتن و ما تصمیم گرفتیم که ادامه کار توسط ما انجام بشه. تشریف بیارید تا کار رو بهتون نشون بدم در چه حالتی هستش. خب کاری که ما قراره انجام بدیم اینجا در حال حاضر با توجه به مقتضیاتی که کارفرما از ما داره این هستش که این سقف به همین حالت شیبدار انجام بشه و مدل کلباسی سوئیسی که طراح داره روش کار میکنه. این فضا اینجوریه. کلا قراره که کل کار رو طراحی بکنیم که انشالله طراحی‌هاش هم براتون میذاریم که ببینیم و آماده کار رو هم دریافت میکنیم. این قسمت هم قسمت اتاق خواب‌ها و سرویس‌های بهداشتیه که اینجا یه سرویس بهداشتی عمومی داریم، یه اتاق خواب این قسمت داریم، اتاق خواب مسترمون هستش و سرویس بهداشتی مسترمون. اینم پروژه گرمایش از کف شما به این صورت. همش هم رفته تو کلکتور وصل شده. به شدت حواسمون بوده، به هیچ وجه اجازه ندادم طول هیچ کدوم از خطا بیش از 100 متر بشه. استانداردش 110 متر. عایق 2 سانت سپرفوم خورده. کلیپساشو گفتیم همه رو تو فاصله های کم به کم بزنه. قاعدتا 1 متر میزنم ولی اینجا 40 سانت و 50 سانت دادیم زده. خب اگر تصویرهای گذشته ما رو و فیلم ها رو دنبال کرده باشید یادتون میاد که اینجا به چه صورت بودش. سقف‌ها ضد زنگ خوردش که در آینده زنگا به گچ و یا سقف نهاییمون پس نده و کارو کثیف نکنه. دیوار رفت بالا، دور تا دور گچکاری ها انجام شده که حالا پروژه سقف رو قطعا بعد از اینکه تمام بشه میبینید. سرامیکای کاشی سرویس ها انجام شده. کف رو یک دست سیمان کردیم جهت گرمایش از کف که اون رو هم فیلماش رو خدمتتون میذاریم. بریم ببینیم تو سرویس ها چیکار میکنیم. خب سرویس ها رو داریم کار میکنیم. کاشی پورسلان، دوغابی هم کارش میکنیم چون به هر کدومش 4 الی 5 تا اسکوپ میخوره و خیالمون راحت از این بابت که کاشیمون بر نگرده. و از همه اینا مهمتر جدیداً مد شده، همه میبینید که کاشی ها رو میرن فارسی بر کار میکنن. ما هم دقیقاً توی این پروژه این کار رو انجام دادیم اما با یه تفاوتی. از مجریمون خواستیم که این کاشی رو که داره کار میکنه فارسی برا رو به نحوی کار کنه که مقدار 3 میلیمتر بمونه که سرامیکا به هم دیگه یا کاشی ها به هم دیگه کاملا نچسبن. اون هم به دلیل اینه که به شدت تیز میشه دوستان. وقتی که اینا به هم میچسبن تیز میشه و دقیقا مثل میمونه که تیغ کار گذاشتی در سرویس بهداشتی. و ما با این کار این گوشه رو به وجود میاریم که اینجا یک بند کشی گرد ماهی گونه میخوره به صورت مورب که باعث میشه جلوی اون تیزی گرفته بشه و کارمون هم تمیز در بیادش. در حال حاضر تو مرحله نقاشی هستیم و همونطور که مشاهده میکنید سقف رو با توجه به طرحی که دوستان زحمت کشیده بودن، بچهای طراحمون طراحی کرده بودن اجرا کردیم و تمام تلاشمون رو کردیم که با طرح هیچ تفاوتی نداشته باشه. ما الان تقریبا میشه گفت 98% کارمون تموم شده و 2% باقی مانده کارهایی هستش که مربوط به نصب کابینت ها، کمد ها
و شیرالات هستش که اون هم قطعا در پایان خدمتون ارائه میکنیم. یه دوری بزنیم ببینیم چه کردیم ما. خب این سرویس عمومیمون هستش، تموم شده، سقف بالاش هم رنگ کردیم، شیرالات تو کار شده که استفاده شده، بالهنگ نصب شده و فقط مونده که قطعات نهایی نصب بشه. اتاق مسترمون و سرویس مسترمون به همون شکل با رنگ و لعابی دیگه که شیشش مونده نصب بشه و شیرالات. شایان ذکر که بهتون بگم یه سیمی ما اینجا دادیم بیرون با یه چند تا لوله خرطومی که اینا رو ما از قبل برای دوربین مداربسته پروژه جاگذاری کردیم که همشون توی این قسمت که یک کمد دیواری قرار بگیره و بالا تو انباری کمد دیواری اون قطعات نصب میشه و پیش بینی شده است که کارفرما به مشکلی نخوره و مجددا شروع نکنه به سوراخ کردن در و دیوارا. اینجا هم اتاق خواب میهمان هستش که آخرای نقاشیش هستش. مجددا لوله خرطومی بالای در که برای چشمی دزگیر هستش و از قبل پیش بینی شده که کنده‌کاری دوداره نداشته باشیم. ما اینجا سقفی که داشتیم سقف شیبدار بودش، برعکس خیلی از جاها که بخوایم سقف رو مسطح کنیم با توجه به اینکه پروژه هم ویلا هستش گفتیم این شیب رو تو طراحیمون به نحوی قرار بدیم و کار کنیم روش که اون حالت بومیگرایی یک ویلا توش دیده بشه و همین خاطر ما این باکس ها رو اجرا کردیم که هم شیبی که تو سقف هستش رنگ و لعابی بهش داده بشه از لحاظ زیبایی شناسی، هم این که ارتفاع سقف ویلامون بلندتر باشه و به هر حال اون حالتی که تفاوت داشته باشه با یه منزل مسکونی رو بتونیم اجرا کنیم. امیدوارم که مورد پسند شما دوستان قرار گرفته باشه. کارفرما که خیلی دوست داشته. این باکس ها هم یکی از دلایلی که به این حالت اجرا شد میخواستیم که این باکس ها نشون دهنده اون الوارهای چوبی که در گذشته در سقف‌های شیبدار بوده باشن که حالا ما در قالب مدرن با نقاشی این رو اجرا کردیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و همراهانی که ما رو از ابتدای این پروژه دنبال کردن. خب تموم شدش. مثل همه کارا این پروژه باغ ویلا هم تموم شد و به کارفرمای عزیزمون آقای ایزدی تبریک میگم. ضمن اینکه با ما همکاری کامل رو داشتند و از لحاظ نظر و ایدم بیشتر به خود ما سپردن کارو که یه کار مهندسی و درست تحویل ایشون بشه و این اتفاق افتاد. ما هم خوشحالیم و از تمام مجموعه خودمون هم برادران اسفراینی تشکر میکنم که تو طراحی خیلی کمک کردن، هم از لحاظ سازه هم از لحاظ معماری. دیگه چیزی نیست، ببینیم چی شد. خب نمای پروژمون سیمان سفید کنگره‌ای یا کرکره‌ای اجرا کردیم. روی سیمان هم مواد نانو زدیم که هم ضد آب هستش، هم به حد زیادی از ترک خوردن و این چنین چیزها که جزو ذات سیمان هستش جلوگیری میکنه. حالا ویو بهترش رو بخوایم بگیریم به این حالته که ابزارهای انگشتی خوردش دور پنجره ها و باقی نما هم به همین شکل و این یه نوع پرهیز از بیهودگیه. باغ میخوایم ارتباط خوبی داشته باشیم باهاش، چرا سنگش کنیم؟ سیمانش میکنیم. یه دست نانو پولیش هم میخوره و در نهایت یه نمای خیلی خیلی خوب میده. هر زمان هم خواستن یا آب میگیرن، اگر کثیف باشه تمیز میشه و به نظر من از لحاظ بصری حس قشنگتری به آدم میده.
همونجور که تو طراحی از قبل دیده بودیم، این سقف کارمون هستش که با همون شیبی که شیروانی اجرا شده بود ما سقف رو با همون شیب اجرا کردیم و این باکس ها رو توش قرار دادیم که یک حس رستیک به ما بده در اصل، که آقا اینا تیره هایی هستش که توی سقف اجرا شده و ما ببینیمش، مخاطب ازش انشالله که حس خوبی بگیره. کف کارمون سنگ، از سنگ نیروز استفاده کردیم. کابینت دو پله، یه جزیره به جهت استفاده های میز کار و برای این وسط که حالا پورتابل و جابجا میشه. بریم اتاق خوابا رو ببینیم، بعد سرویس. خب سرویس اولمون خب اینم اتاق خواب این مجموعه با اجرای تخت جکی که در جناحین هم ما کمد تعبیه کردیم براشون و کشو به همین زیبایی.